سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که خیلی خوب باشین. اومدم تو این ویدیو بهتون بگم که چجوری رژ بونمو که افتاد زمین و توش کاملا خورد شد و میخوام الان درستش بکنم که بتونم دوباره ازش استفاده بکنم. من توی مسافرت بودم، این رژ بونم افتاد زمین، داخلش کاملا خورد شد، تیکه تیکه شد و اینا. کاری که کردم بود که خب تو سفر که نمیتونستم کارش بکنم، اینو انداختم توی یه دونه کیسه پلاستیک، درشو بستم و با خودم برگردوندمش. محتویات داخلش رو خالی کردم توی یه ظرف دیگه، همونطور که میبینین. حالا الان کجش کنم ممکنه بریزه، ولی اینجوری پودره و اینو کامل شستمش با آب و صابون با یه دونه مسواک. کامل تمام گوشه هاشم شستم که کامل تمیز بشه، آماده بشه برای اینکه میخوام دوباره مواد رو بریزم داخلش. کاری که میکنیم، احتیاج داریم به یه چیزی. حالا من اینجا از این مال عقب زن ناخن استفاده کردم، میتونی از یه قاشق هم استفاده کنین. یه قاشق هم دارم برای اینکه اگه حالا خواستم یه دونه قاشق چای خوری هم دارم. اول با این کامل اینو پودرش میکنم، یعنی توش دیگه تیکای گنده نباشه. تا جای ممکن اول اینو پودرش میکنم. بعد کاری که باید بکنیم اینه که به الکل احتیاج داریم. من حالا از یه دونه الکل، مهمه که از داروخونه بگیرین، درصد خلوصش بالا باشه الکلی که استفاده میکنین. بعد حالا من خودم تا حالا این کار نکردم، دفعه اول دارم این کار میکنم. یه چند قطره از این الکل میریزم داخلش. یه چند قطره بیشتر شده به اب نداره، ولی اینو بعد اینجوری با این الکلی که ریختیم داخلش هم بزنیم تا جایی که حالت خمیری پیدا کنه. من فکر می‌کنم که الکل کم بود، حالا یه ذره دیگه خیلی کم زد. چون این باید حالت خمیری شکل پیدا بکنه. الان خوبه. او شت، حواستون هم باشه که از ظرف نریزه بیرون، مثل من نشی. بعد اینو بعدم خیلی سریع این کار انجام بدین. اینو من چیزش میکنم، میریزم توی ظرف. بعد برمیگردم بهتون نشون میدم با دوربین پشت که چجوری دارم اینو فشردش میکنم. خب بچه‌ها، من حالا به وسیله یه ظرف سعی کردم که اینو بذارم دوربین رو بلندی شما ببینید. اینو من الان اینجوری فشارش میدم تا جایی که سعی می‌کنم این مقدار بداش به اطرافش. اولش هم خورد شد در حقیقت، این بیشتر اطرافش پر بود، وسطش تقریبا تموم شده بود. حالا الان سعی می‌کنم که تا جایی ممکن یه نواخت پخشش بکنم. بچه‌ها الکل خیلی سریع میپره، میشه گفت که بعد چند ساعت بعد آماده باشه، ولی ترجیحاً من می‌ذارم که یه 24 ساعتی بمونه که کاملا خشک بشه، بعد با خیلی راحت استفادهش بکنم. بعد اونم اینو خیلی بخوام اینور نمیبرم، یعنی میذارم توی خونه یه جایی که صاف باشه، خیلی به ضربه نخوره تو کیف، چون اینور بشه. من اینکه تو خونه ازش استفاده میکنم، میخوام آرایش کنم. هم دور میبینید داره کم کم، میبینید داره کم کم صاف میشه. حالا من آخر سر باز دوباره روش رو یه ذره چیز میکنم، در الکل میزنم که این کاملا دیگه روش چیز بشه، اینجوری صاف بشه مثلث. اینجوری یه ذره بعد اینجوری روش این الکل میزنم که تا جایی ممکن روش رو یک نواخت کنم با این قاشق. بعد میبینید وقتی که این کار که میکنم، اگه جایی خوب مثلا به هم نچسبیده باشم، کم کم اینجوری یه رو دیگه دورش من قسمت شکم دیگه الکل احتیاج داره که از این وضعیت در بیاد، در خشک این اتفاق میفته. دیگه خیلی الکل ریختم، شاید من به این حد میریختم، نمیدونم، میگم تا حالا این کار نکردم. دفعه اول اینکه امیدوارم که رژ بونه نازنینم به وضعیت سابق برگرده، بتونم چه استفاده کنم. میبینین آره واقعا شاید زیادتر میریختم. الان که دارم با قاشق چیز میکنم، سطحش رو صاف میکنم، قسمت پایینش اینجا رو میبینین، این قسمت کاملا سطحش صاف شد. در نتیجه که الکل میزنیم چه کاری
میشه اینکه دواختم بشه و من بچسبه. آره حالا فوقش یه ذره بیشتر میمونه که خشک بشه. اینجا یه دست در شد. خب ماستاب شد. فکر می‌کنم که خوبه دیگه. اینم که اینجوری از قبل ریخته یه ذره تمیزش میکنم. این دورش هم یه ذره سعی می‌کنم با دست همین بگیرم. می‌بینید بعد اینو میذارم یه گوشه که خشک بشه و همونطور می‌کنم خودم که بیرون نمیبرمش. اینو می‌ذارم تو خونه استفاده می‌کنم چون مسلماً حساس تره دیگه. حالا با سفت بشه می‌تونم دقیق‌تر بگم که چقدر جواب داد، ولی به نظرم متد خیلی خوبی اومد. امیدوارم که ویدیو امروز براتون مفید باشه، به دردتون بخوره و اگه رژ گونه‌تون این دفعه افتاد زمین و خورد شد دیگه نندازینش دور یا یه جوری نشه که نتونین ازش دیگه درست استفاده بکنین. اینم من همونطور که می‌بینید دیگه ساعتش تا جای ممکن صاف شده، همونطوری باز می‌ذارم یه جای تا خشک بشه 24 ساعت. بعد که کامل خشک شد می‌ذارمش تو خونه ازش استفاده می‌کنم. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.